السلام علیکم قدم بیا خوش آمدین. چه شما؟ نه ساز یکم سوال با شما چنین داده می شود اکای قدم و اپای جمیله بانو که بسیارتر در بین مردم آوازها و پنج دقیقه که اپای جمیله زنی دویمی شما می باشد. همین گپ یگان اساسی واقعی دارد. وقتی من را بانسا آوردم همین ای کلوب آوردم کلمه داد گفتی یا پوکه در تختچوی لعت تنک بودم ایجاد آوری من پروردگار همین سالی به 2021 سالی بیا که با فیض با برکت خانه یکی قدم در دادین ماشینش شکستین همین چیزا حقیقت داشت؟ اون وقتی روسیه بودم در فدراسیون روسیه رفتگی بودین؟ همین در دیمام هم جام که پیدا شد این آوازها را ما شنیده بودیم که با 300 تاپکم توی میرفتین همین خیلی آوازها خیلی کوش گپ پایا که او 300 تاپک ببری توی دور خودش چی مادر 3 فرزند می باشم. در شهر دوشنبه زندگی میکنم در میکرورایون سخاوت. 3 ماشین سلوچه نرفت؟ ابله باش کنم گپ و آوازه های مردم یعنی میان شما یگان گپ نیست تنها هست برای که مچر ما ایمون ما چی همه روزای خوب اومدی افتابه کردی تن سردی غروب در بین مردم بسیار آوازهایی که قدم قربان ایما در رفت شما این چیزا چه قبول میکنید؟ اون خورده کم خورتا نکنم اگر خانه بیای بدی دهان جان نکنم نیست ابراهیم خورشید چوکیر همه صنعتگرا پشتی همه بودن سرجم من همون سرود حتی از جدم نمیدونستم جدن نکنی که یا دوستا کم داره ایلا کنن آنها هوا که میگو دنیا موارده یعنی نام قدر منو نکرده کنه میگذاره رحیم پروداکشن السلام علیکم قدم بیا خوش آمدین. چه شما؟ نه ساز سلامتیتون چه؟ این شمالای کجا فرانده؟ خواستم که من سالی نهایت ای رحمتی کلام زنده باشین. بیا سلامتیتون خوب شد؟ شکر نخدا شکر ها خدا را شکر. بیا مرحمت برای این سرخون سولاره مونده آخ شما دیدن که قدم زنده باشین شما هم زنده باشین. شما رحمت همین شما مرا یاد نکنین دیگه مرا هیچ که یاد نمیکنن. انشالله شما دیدن بهترین انسان همین آوردی هم مقدم خیلیت همین قدم ایجاد آوردی من پروردگار همین سالی به 2021 سالی بیا که با فیض با برکت پروردگار در خونه همه تاجیکی رزونا در لبون اصلا همه وقت تبسم هوایده باشه خدا میگبال نکنم خدا جا این چونین به شما سلامتی تیا رحیم پروداکشن سلام علیکم دوستان هواداران سامانه رحیم پروداکشن برنامه سیرهای نوفته منظوری شما میگردد ما در مهمانی اپای جمیله سلیم و قرار داریم همراه استاد عزیز اکای قدمی قربان و همه شما را به خانه اپای عزیز با اینام گروه رحیم پروداکشن خوش آمدید میگم استاد عزیز اپای جمیله بانو شما خوش آمدید در خانه ختم دیرگورا و تصمیم گرفتن ما برنامه ما اولا برای سال نو میلادی همه شما را تبریک گفته و تمنیات اکای قدم و اپای جمیله بانو را از زبان شیرین خچون میشنویم. مرحمت اپای جمیله بانو تمنیات خود را با کل آن نفرانی که این لحظه ما را تماشا دارند بیان میکردید. سلام علیکم بینندگان عزیز. اولا از نام خودم و از نام اهل اویلم شما را به فرارسی آمدی سالی نوی 2021 تبریک و مبارک باد گفته به همه شما تنصیحتی، خوشبختی، بردباری خواهانم. بگذار این بیماری که در تمام روی عالم به وجود آمد الهو در این سالی نوی میلادی به آخر برسد. به کل جمهوری تاجیکستان سلامتی خواهانم. زنده باشید. تشکر زیاد اپا جان. بهترین تمنیات و تمنیات شما اکای قدم جان. همه دفعه همون افتادی همین دم خوش شما هم فکر قطعی اپای جمیله و با قسمت سوال جواب میگذاریم دوستان عزیز. بعدا اپای جمیله بانو یک سرود برای هر یک ما و شما تحفه میکنه در سال نوی میلادی
یکم سوال با شما چنین داده می شود اکای قدم و اپای جمیله بانو که بسیارتر در بین مردم آوازها و پنج دقیقه که اپای جمیله زنی دویمی شما می باشد. همین گپ یگان اساسی واقعی دارد؟ در حقیقت همین چیز هست یا نه؟ آخه ما قشلاق دارم درن ندارم که جمیله بانو آوردیده ایرسال تیسی میگم. در اصل گیریم من خود مادر 3 فرزند می باشم. در شهر دوشنبه زندگی میکنم در میکرورایون سخاوت. از بینندگان عزیز همین رو طلب میکنم، خواهش میکنم که ما صنعتکار هستیم. من خودم که مادر 3 فرزند می باشم، اگر بینندگان امروز مرا شنوند و شناسند و دانند، من یک دخترک خردکه که بودم که در ناحیه دنغره کلان شدم. از خردی و صنعت بسیار شوق و ذوق دارم. نه تنها من بلکه عائله سلیم فو تمام ناحیه دنغره میدونند. این چنین جمهوری تاجیکستان میدونند که عائله صنعتکار میباشد. عائله سلیم فو شادروان اپان گلنورا جان سلیمова اون کس بهترین حافظه بودند و این چنین برادرم محیدین جان سلیمов حالا اون کس در قید حیات میباشند. به سبب مسئله های عائلوی هرچند که از صنعت هم رفته باشم، یکی برادری من صنعت رو بسیار دوست می‌دارد. راستی گپ شبم دروغه. من زن یگان کس نمیباشم. من مادر 3 فرزند هستم. خدا را شکر دختر بچه کلان دارم. 3 فرزند دارم، 2 دخترچه 1 پسر. دختر کلانیم جانونه جان، پسرم مهرداد، دختر خردیم شاهیده جان. فرزندای خودم بسیار دوست می‌دارم. این همه گپ و آوازه های مردم. یعنی میان شما یگان گپ نیست، تنها هست. چی؟ ایجاد کردم. هم فکریم. یک جا میشینیم. دوستی نزدیکیم. ما با عائله قدم قربانم بسیار دوستم. نه تنها با خودش. اینا مراویه داریم. یعنی همراه عائله اکای قدم همراه عائله یا رفت آمد داریم، دوستی رفت آمد داریم، دوستی داریم. در گفت و گپ و خرسندی همدیگر هستیم. در غم و شادی یک جای هستیم. در پستی و بلندی همه وقت در بری زندگی همراه یک اکای جای قدم هستیم. مثلی بگیم که ما علاقه دوست چیده یک عائله ورشیدگیم، خش تبار بوریم. یعنی اینقدر آوازهایی که نسبت هر دی شما در سامانه یوتیوب پخش شده در اینستاگرام، این همه یک گپ و چپی مردم میباشد. یعنی میبینید شما فقط تنها در جدای صنعت دوستی موفقیت هستند. آدم خیلی که اکی رفتگی ای گپ چپ یا مسلمان یا دان میفت در راهی قاتل میگرده و چی میگرده و گپ و چپ خفای بسیار میشوند. یا مسلمان یا دان میفت در اون گپش میکنند. اکای قدم ایتر برای همه برای زندگیش میجن برای رزق روزی گلاکاش زندگیشه. نکی جمیله بانو ای یکی مرده مردی ده یعنی فاین همین وقت که من به سوال دادن و گفتن میگیرم برای که مکشر ما ایوان من چی بودم وقت که بیمور شدیم بله در سامانه یوتیوب هم همه به نزدیکی فهمیدیم بسیار ای استادا ای دفعه که شما با بیماری گرفتار شدین. رفتیم درشی از زبان شما کشتن سخنه؟ گفتی که اپوی رو رفت بسیار بوده هی عجقیدن کارگات از پچک میکن پیش از بیماری ها؟ در حالتی وقتی سالیم بدن شما؟ انا جنوی من گوشی که اولش خداوند دیمش بو برادر باناموس هم داریم که مثل همون خدمت های مورا من نظر گرفتم مثل دستگیری که انا زرعی هم باشم مرغومی ندو این دنیا و دنیا اکای سروب اکای اونی جون اکای سروب جون سر خدمت کرد این برادرم اونجورم باشیم نازیم جون بود یعنی نازیم ریکرز اکای زوبایی وقتی اور بود انا جمیله بانو خیلی این خدمت سختی بود با همون گوان ای مرده کدام مرده یا؟ با خدا اولی که وقت مرا بندسا آورده بودم همین ای کلوب آوردم کریم در گفتی گفت که در تختچوی لعت تنک بودم در آمدم برابر دید
نپونی با کاری خود بودم ما صبح من نداشتم کی دوباره با پا میخیزه نه؟ گرفتم بودن و چکردن خیلی من بینادارم خدا برکت شمتا همین بودم من جورا در همون پستی جورا میفهمی که کی دوسته کی دشمن بله اکا جان بله خیلی برادر رو بسیار شما خبر گرفتم انا یا تایگش تلفن کردم با وقت که با خدمم تلفن کردم خیلی برادر خودش بینم میدونه با گفتم که اکا قدمی ما گفتم که او تلفن دویم پیریده بود بوی ایلاش که وقتی در کار بودی محکم بود در کار نیستی ایلاش که ما وقتی در کار بود خدمت تا کردیم اگه مینه نشه بود نه که اوز ما بندسته داریم ایلاش کردم که این پرید که کدامید که مثل خوشمندیم بیو با خبر گیریم ها خیلی اوزی تا بندسته در غیل کیده در کوری خیلی برادرایشان پیداش نه که در روی شما همین سخن گفتن هرچند با شوخی گفتن یا از تحت دل گفتن من نمیدونم من تون که خیلی ایشان میگذره ها نقل کردم قطعی یا دو قطعی یا نقل کردم میگه ایشان میگذره این دنیا گذرانده برای همون اولش خداوان دیمش که قدر یادم دو تا فراموش نکنه بله اکا جان هزار رحمت کلان این چیزی همین دنیا با همین دنیا خودش میمونه بله اکا جان بله اپای جمیله بانو یکی سالم اون خدمت سخت رحمت کردم شما را زنده باشین که قدم فرزندای مایده داریم گفتی گپا امونو را کلان کنید یکی دریا راه میبینی که خلا جون گفتم میدون مرا گفتی گپا دستام گرفته ایران میگذرانم چی کنه جون همه وقت خوبی انسان میمونه خوبی خوبه میگن که خوبی که نمیتونی بعدی نکه بله برای همون یه لحظه هم که باشه همین دشمن هم که باشه میگن باشه خوبیش کن یه روز نه یه روز خودش میفهمه اپای جمیله بانو بسیار مردم تماشا کردن ممکن از این خیلی سوالا کم ترمزی خم شود که برای که در زمان حاضر ما دوست و دشمن و نامرد بسیار همین چیز هست یک چور مثل یک سرودی بهترین با کلی اون نفرانی که ما را تماشا دارن با آواز شیرین اختیاری سالی نوی ملودی زمزمه میکرده راست گپ شب من سرودی نو ایجاد نکردم بعضی پرابلم‌های اولیوی بسیار بودن راستی یعنی نویگان و ایجادم نرستیم با این بیماری اومد راستی گپ شب من چخلی که میگن ایمینوتیتم پسته اگر همه را یک بار گرفت مرا 4 بار قبیدم کسم برای همون خیلی یک سرود از خانم از گوگوش زمزمه میکنم و تمامی بینندگان ناحیه دنقره بار دیگر سلامی خودم میرسونم چون که من بوده من در کوچه های دنقره همسایه‌مون قبیده التماس میگردن که 4 مصرع ای گوگوش بخون وقتو خیلی خردکه بودم دخترچه گفتی گپو به عقلکم بودم داغ عشق قدیم آمدی تازه کردی شهری خاموش دلم را دوباره واضح کردی من فراموش کرده بودم همین روزای خوب آمدی افتابه کردی تن سردی غروب به عشق تو زنده بودم منو کشتی دوباره زنده کردی اوه جانو میل دوستت داشتم دوستم داشتی منو کشتی دوباره زنده کردی تا توی هستی بهونه واسه زنده بودنم من بغیر از خوبی تو مگه حرفی میزنم عشقت به من دار عمری دوباره معجزه با تو فرقی نداره تو خالق من بعد از خدایی در خلوت من تنها صدایی زنده باشین باری دیگر سالهای نوتون مبارک باشد
اگر مخلصانی که مرا از کودکیم همچون یک صنعتکار میشناسن، ما برادران زیاد دارم، برادرانی که گفتی گپا نانی و جانی دارم. هرچند من خود زنم باشم، یکی بسیاری ها مرا میگن که جمیله جان یگیتی خواهر جان زنده باشم. برادرای من در این سالی نو اکای قدم جان بسیار مرا خرسند کردین، خونه ما اومدین، زنده باشین. رحیم جان دادر شیرینم همیشه در رکلام ما باید یکو کس نمیزنم، یکی در فکری رحیم جان هستم. همه وقت نظر خدا میگه که در پستی شرط نیست که ما همه وقت آدمای مثال زویزه را مقابل برنامه کنیم. روز و ساعت شما میشه شما جای همه را میگیرین. همین خوبی ما این ما دسترخوان شما دامیم، همین گپ ما را گفتیم که شما دستگیری کردین، مثل همین چیزا گفتین. و باز یک سوال دیگه با که قدم مونده میشود که در بین مردم بسیار آوازه که قدم قربان ایمو در رفت. شما این چیزا چه قبول میکنین؟ آخه خیلی شما هیچی گفتن نمیتونم. ایمو در رفتن نرفتن هیچی نمیدونم. همین حرمت ایزت هست. یعنی اولی هم دوستی، رفاقت، حرمت در جدای سنت برآمده گفتین؟ وقتی که رمضان بود ماه شریف رمضان بود، بعد رمضان بوی کسل اومد، کارانتین شد که همه دنبی بردم او کارانتین شد. بعد هم قشلو گفتم ای همه بیا هم یک اوغل ساز کنیم، مایده با همون گیر میشه روزا گذشتن شد. خیلی مرکن نیست همه کارانتین. ایمو هم خیلی بود که ای قشلو با قشلو دیگه نتای پوست کارگیر نمیرفت بودم، خیلی سخت بود چی. بعد این کارانتین ایلا شدن، هم اکه گپ خیلی که گفتی ایمو دا. بعد هیچ که تلفون نکرد. هم خفه. هم گفتم که توش نمو ایمو دا برو ماله. باید تا جوگای تلفون میکنم و دموی وودی بداگیره. میگم موزی که ایمو داده میگه ولیم تی مو بخبریم که ولیم مو داده دسته. بعد اکه خدام وقتی که اولی جدای سنت آمدی همین خیلی که چیزای سرودای نو با نو که همین پیشکش کردی دلی همون مخلصا دا که جورای موشید جو شدی ایشالله همون دا نمیبروی ایشالله این استاد ظفر ایوبی روی مردن مردیس مثل ارخیوش بخوات های توزی را رفتی میدن میکنه همین ارخیوت که بخوات شه ایشالله یکم وقت همون دا نمیبروی. اکه خدام وقتی که همین خدر مشهور نبودین در بین خلق شناخته نبودین نه که جدای صنعت پیش میبودن، مقصد در توی معرکه میگشتین و جایی بود که چندین آوازا را ما شنیده بودیم که با 300 تاپکم توی میرفتین. همین خیلی آوازا کردن کوش گپ که او 300 تاپک ببری توی دور خودش چی نه همین خیلی گپا بود نه که میگن داو قشلو اکه قدم بسیار انسان شوخن، بسیار حجمی گورن. داو قشلو یا خیلی توی دور بعد همین رولشون هم میزه باشون. اکه مورا خیلی که انا در جدای مسکه حج و دعوا مسکه حج قبول کردن. آره همون مخلصای خیلی که مورا هم قبول کرده و همون انا انتظاری میکشم مثال جدال نکنم که همون همون چیزی که هم اینترست نه یک باشه که هم کم ایمیج اینترست نه اینترست باشه که هم دقت جلب کننده باشه. ایتا که بگوی هر یک آوازخونه هر یک چیزی که مثال شنگه میزنه خوشحال میریزنه که آخی ما جدای مسکه دا که هستیم حج جدا که هستیم برای همون انتظاری میکشن که کوی یکون چیزی اینترست ایشالله یکون نویگری های خوب در پیش هسته میشه ایشالله هم تنسیت باشه هم چیز اولش سلامتی نباشه یکون کل نه صنعت میفورن نه پیشروی میفورن بله برای همون جورا سلامتی خوب باشه اینا نصیب باشه سالم وقتی یکون باید که یه اروپا گوش کنه تماشا کنه دیگه خطی اپای جمیله بونو دویت میشوه دویت هست سیت که نه در اصل گیریم خیلی روحای ما چی میگم من یک طرفی راه ده اکه قدم یک طرفی ده سری پاورو استیلی من اوزی رنگی شرق خیلی خیلی گیریم اگر
شما را چی کرد؟ همه میشیم مردمی کلاه لیک سرودی که غوطت میکنم ما در یه رستوران سیونکاش که پراسموتر دستگیری به نهایت خوب شه انا پایدایشی انا خیلی جمله بونم خیلی چیکاری شوخی با شوخی هم توی کاروشی چی بود؟ در همون توی ما یک جای دعوت بودیم شام اینوری بود عروس شام این دیواری مورا گفتن مایگون یعنی؟ مایگون یکی همونجا خورده در همون توی همونجا بعد ما همونجا استاد خورشید شاکر هم بودن اونجا در مونیس ابراهیم خورشید شاکر همه صنعتگرا پشتی همه بودن سرجم من همون سرود حتی از یادم نمیدونستم که بانوی زیبایش من خوش میکنم من هم نمیگوستم که نمیرم میخونین قسمه پاگو که نه گفت من گفتم همین چیزی که من میگم تعمیته همون گفت زهگی ما را تکرار کرد خدیده همونجا دست خشیم یا که برو میرم را خوندیم دیگه ها من اینتریست کردم میدید ما آخر اینجا زبسکر پارتنی دارم خیلی من بسیار گفت قبیح زدم رحمت و مخلصون یک چیز ایده همین هم افراتونا تماشا نکنین نه که نه او سببش در چه؟ سببش بگید نامی صورت که غوطی خود ایخه لغت چند نمیدونستن بله دیگه خیلی قبول کن برای پره نبود آخی نصیب باشد در نوروز اگر تا وقت زنده باشم من خودم تنها یک زنی تاجیک یک مادر زحمت کشیده میخوام این سروده به یک طریق اوچگی مادری با مردم چخیل من نان میپزم چخیل من خوراک میپزم چخیل من نانی گندم در چکدان مرا ایخی نبینین من به حد زنه که کربانویم نصیب باشد بعد غوط میکنم مندلغوت میکنم شکرات میکنم قروتا میکنم همین را به بینندگان با یک دستای مادری و اوچگی اگر خدا خواسته باشه نصیب زندگی من باشد من امروز دیگه شبم که قمزم نیست را اینجا بعد یک خدام بود خورده بعد این کرونا ویروس راست دیگه هیچی گفتن دیگه نمیتونی همش خوب میشه برای همون اگر نصیب کرده باشه خداوند لایق زندگی را دیده باشیم اگر خدا خواهد ایره خودم به یک میخوام که همی به یک فرموی همی مادرم در سیمای مادرم در چکدان اوچگی میخوام که همی ای چکدان فطیر من بکنم خودم همی خیلی قروتا و شکرها و غوط مندلغوت کنم که من چه قروتا میکنم چه شکرها میکنم با بینندگان بعد به ما واقع قدم میکنم نکی بعد همه سرود وقتی میشه بعد اونجا هر یک قروتا آخر شکر آخر پیدا میشه که اگه قدم تموز رفت رو پرهیز کده گیانه شکر و قروتا خوراکی دوست داشته من افسوس بعد وقتی که بچه هم پونه در خیمت میکن خمال شد با خوالگی رفتیم همین سالت خوالگی رفتیم و در روز میگذاری که های سرود داخل ما خوندگی بودیم من در لغوطه ها دیگر رفتیم همون جورا در روز بعد خواستیم هم بیت کنیم یکی ما را دیدن دیگر مردمی در روز این لحجه همو های من در لغوطه همین چیزا؟ من در لغوط لحجه همون مردمی در روزه بخواه بعد یا که دیگه یا که خانم غوطت کنیم و ما هم چکور میکنیم بکنیم دیگه جوراش موندن هم میمون داده زیوفت کردن ما وقتی خیلی خوروق رفتیسیم گفت که عوش گشتین عبیزت نه این میمون داره قبول نه ما شما را خیلی فوق‌العاده دیدیم انا عوش گشتین عبیزت نه میمون داره تون میکنیم بعد میریم که هم نیست خیر رفتیم با هر خیلی سبب و فتیم بعد جورا ایش قلب اومدیم هم در روز مانده شام شید هم میرون مردکا خوب گذشته رفتی در روز ها؟ اگه خدم جان یک سوال دیگه با آید جدای صنعت میتونم که برای در جدای صنعت شما یکی پیدا شدگین یکی به خاطر اومدگین با تنگه بار یکی پیدا شدگین
یک مدت معین گفتن که خانه یک قدم در دادن ماشینش شکستیان همین چیزا حقیقت داشت؟ اون وقت روسیه رفتم. آه در فدراسیون روسیه رفتگی بودین؟ همین در دیمام هم جام که پیدا شد. ایسوی پریجوا؟ سبب فهمیدین که در چی بود؟ ایسوی یگان مخلص بود یا سلوچای نشید؟ ما هم جورا گفتم که عملی گفتم خوبی کمی نمیتونم بعدی نه. جورا ما یگان مسلمان هستم چیزی که هم تقدیر نصیب در باشم مدیده اینجور نیست. برای که گفتن هر دش در یک خونه‌چ دیگه هم خانه و هم ماشین در شهر دوشنبه زدن. ماشین در جبل شکستن نشد. انا نکو یک آدم پیون بوده امتحانی اومده زده شکسته نه منطفون تلویزر شده بودن. در اودا مردم دیگه خیلی فهمونده نه؟ نه من اودا ما یفتم یک کم بغله و چهش گره چکن من گفتم که بخشیدم بهترین اما حاضر بخشیدن همیه مرده نه که گفتم تایی نکنه آخوی خونه شونده یک قشقلوان نیسته میره عرق میخواه خیده و بگیر از قطعی عرق ری عرق میخواه در خونه نمیشن یک از زنر نرسن یک اکه قدران 4 مصر همو سرود خود همراه اپای جمیله زمزمه میکنه برای مخلص اوخی نمی اوزی خوندش هست نه نخونده خیلی ده کسه با تولک به دست شما شیرینه هی غوطی غوطت میکنم من دل غوطت میکنم غوطت میکنم من دل غوطت میکنم شکراب میکنم خروطاب میکنم بخته اگر خانه بیای بدیده هم جان میکنم بخته اگر خانه بیای بدیده هم جان میکنم باش ما رفتی آقای جمیله غوطی غوطت میکنم من دل غوطت میکنم غوطی غوطت میکنم من دل غوطت میکنم شکرابت میکنم خروطابت میکنم شکرابت میکنم خروطابت میکنم بچه اگر خانه بیاد در دیده ها جد میکنم بچه اگر خانه بیاد در دیده ها جد میکنم غوطی غوطت میکنم دل غوطت میکنم سلام بشه احسن شلو بناوز اکو این چیزا بخونه یک چیزی تو زمینی تاجیکی میبره اینا سیانکش در گردن ما با برای اپای جمیله توفه رحمت زنده باشین سلامت باشین شما هم خوش آمدین یکی هم دسترخوان پرخط کرد اگر شما یک چی نمیخورین برای چی ما ایرانو میگه که رفیق استاد عبیدالله رجب هم اوره خورده کماره اصلا چهار نامه اندن درجه آقا نمیدونم ببنده من میخورم مخورم میمون نه میرم کمشم اون نمیشم انا نمیشم آخه جوان این مهم نترش بده میمونو نکنه خدمومت میکنم شما هم نمیکنه بازی بعد سیوکا یگو چی نمونه ایشالا ما مهمونی اپای جمیله را به نظر میگیریم و اینو بعد میگیریم که ما همچون فرزند پدری خودش میدونه مثال همچون دادر عزیز میدونه حضور رحمت کرون اپا جان و امیدواریم ما وقت بیزور کنم تا سرخونت همه اینوش نعمت باشم سربلند باشی خانواده باشی خوشبخت باشی نه خونه که قدم هم بسیار میرم بعضی وقت گفتی گپا خمار هوای تازه میگیره گفتم که خیلی بیو خمار بوی مادری میگیره هم طرف چگم میرین باور کنین اویلشون هم خیلی انسان خوبی هستن همین خیلی خوراکای با مزه تیار میکنن هم خیلی چخه که من مهمانداری میکنم وای در قشلاق از کجا وای همین خیلی آموختگیه که اکنون بریم با پیشوای در شاگرد بستیم یک ماه دیگه اکه خدام یک هم باری که اپای جمیله را بردی یانگم رش نکرد که ایکی با گرفتی خونه و وردی شد میبخشی اکه قدم مرا نبرد
من خودم یک خیلی در اومدم که اگه قدم خواه بود ایجاش خیست که اگر شما میبودین همجا کامیرا میکردین بسیار عالی میشد افسوس که نبودین نه که باور کنین که تابستان بود من یک تربوز در دستم در اومدم از بس که خیلی پسر کلانیشون من هم میشنم خیلی گفت پای جمیله اگر وای نمیشنم ممکن یکم ممکن یکم واقع میشید نه اون اویلای ما دیدی چه خشمو پیشواز بود وقتی که من رفتم جان دستر جای نماز بودم جای نماز بودن جای نماز خیستن خیمه را آغوش کردن بوسیدن خوش آمدی جمیله جان خوش آمدی دخترچه کلانی من جانانم دارم با همونی اویلای اکه قدم اکه قدم آخران برآمداتون در پیسرتون همراهتون نیست در کجای؟ خدمت توزی را خدمت کردی سایی؟ من در وطن در این یک سال سه موشی سلوچای نرفت؟ ابلا باش کنم قریب اومده بخی انشاءالله؟ این یک سال سه مو چند قیدش میگم نمو دامون داشت نمو دیگر بعد بود نه؟ در انجام صحبت اپای جمیله بانو با کل مخلصون چی گفتنید؟ اول و بار دیگر تکرار میگویم که در این سال نو 2021 از تمام بینندگان از تمام مردم تاجیکستان من از نام خودم از نام یک زنی فرزنددار امیر را طلب دارم خواهش میکنم که هر خیلی گپا درباره ما ننویسیم کاری را که نمیدونیم منطق نداره التماس هر خیلی آوازه ها در هر خیلی دوره ها مثلا که خطابه شکل من اوله سلیموفا خیلی اوله معتبر هستم در تاجیکستان اوله صنعتکار برادرم صنعتکار بودن محیدین جان سلیموف اپام گلنوره خان سلیموف خدا رحمتشون کنه جاشون جنت باشه تقایم اگر اشون قلوفا را بدانین یک عمر اون کس دیرکتری خانه مدنیت دنگاره بودن التماستون میکنم که هر خیلی آوازه ها رو در باره من یعنی که من قدم قربان رو گرفته باشم یا که من در یگان جا یگان با یگان کارهای ناشایسته دست زده باشم از شما بینندگان خواهش میکنم هر خیلی گپ هایی که منطق نداره سال موایی خیلی که ایامی اوزه و تنقید کنه هم مردک بیکاری چور تعریف نمیکنی که هم مردک هم بود دلش جلوه بزنه باید چیزی خوب کنم نه همه خیلی این نگو که این خیلی در همین زندگی فرزنده این ما آموزگار کار میکنم وقتی ما هم او چی را پسیخولوژی هر یک طلبه را باید بدانیم طلبه هستن که گروه بیا چی کن نمو را باید تا پسیخولوژی شبیهوی که نمو را نه شبیهوی نمو خوندن در چی شود مختص شود نگو که چکو میکنی او را تعریف میکنی ای تزوری ایسوسم بعد من خدا را شکر 27 سال میشه در شهر دوشنبه زندگی میکنم تا به حال گفت و گپا من همین سعی میتونم میدونم که اپای جمیله حافظه زندگی میکنم خدا با شکر من در بین حق همسایه ها به حد آبرو دارم 3 سال گفت و گپا در همین دام خوجاینی کردم راهبری همین دام بودم من همسایه هم راست دیگه کجایی که روم به من نمیرم خدا را شکر کدام معرکه را که در خونم سر کنم اول زنکای همسایه هم جمع میشوند جمیله جان چی خدمت کنیم خدا با شکر از زندگیم راضیم از فرزندام هم خیلی همین 4 دومه که ما را ایهوته کرده وقتی که کوچه در من روان میشم ای کودکی 4 ساله تا مسافری 70 ساله با ما سلام علیک میکنم مرا حرمت عزت میکنم خدا با شکر نمیش باشه گرچنده که با معلومات عالی هم نداشته باشم نه که خدا را شکر عقلی رسوا دارم هزار رحمت کنم آقا جان شما در انجام صحبت چی گفتین نه قدم جان همین آدمایی که مثلا تنقید میکنن پس میزنن چی در کره از وقتا هیچی نمیرسن همین اکنوش خدا در گناه میگیری و شریعتش هم میگیری آخه الحمدلله ما هم مسلمانیم صنعتکار باشیم
خیلی اکوی کسبه تامی کنی نون تامی های میخری همه یک کار کنه کار دیگه کی میکنه یک از دکتر یک از استاد یک از گایشنیکا یک از معلم اینه که همین کسبه را ما خداوند داده گوش فونکسیا خچه بنی فونکسیا خچه همین هر جدا در زندگی هم هر کس هم فونکسیا خچه باید بودی کنه با نفس یک آدم دیگه چقاشیدن این جایز نیست با مسلمانیش هم با تنویش هم بعد خدا را شکر اکای قدم که پیش همه ما دولت تینج داریم خدا را شکر مثلا امو بگه میشه و اون شکرانه خدا وزی در سری هر دسترخوانی هر یک تاجیک درونم خیلی فراوانی منم خیلی نوش نعمت گفتی گپا که همین تینج باشی نون در آو ترک بخو در تبو پوشت زنی تنها هم باشی خاطر جمع خواب میده تینج باشه اگر دولت تینج باشه شکرانه پروردگار کردن در کار شکرانه پیشوای ملت کردن در کار که من همی زندگی های اولی را به ما داد ما همی خیزانان خیلی کودکمون را کلام کردیم خدا را شکر خدا را شکر اینقدر دومایی که ساختیستیان اینقدر کارخونهایی که ساختیستیان اینقدر نویگریایی که کردیستیان باور که امروز تاجیکستان هم تماشا میکنیم من روز شگفتم همین تریزم اکشم فکر میکنم که من در یکان خارجه ایم همین قدر داشتم به خصوصی باور کنیم رحمت به جناب عالیمون به پیشوای ملت الله زنده باشن همه وقت با ما باشن تشکر ایجاد پای جمیل ابانا و خدمتون که اینقدر همراه ما صحبت کردیم و مخلصا هم از زندگی پشتی پردگی شما آگاه شدن و هرچند که ما چندی سوالا رو برای شما پیشنهاد کردیم من حیران شدم شما اومدین وقتی من صنعتکارم حافظه نه در اینستاگرام میبینم من نه در یوتیوب خیلی خدمم اکو قشاق هم ندارم روز دیگر و تربیت فرزنده میشه روز آورایم لیکن وقتی شما را دیدم به نهایت خرسان شدم نه که باوری داشتم که از قدم خبرگیری میآید در سر اینا برای که اکای قدم گفت که اپای جمیله اگر زن هم باشه مثل مرده که زنه چه شما مردونه رفتار کردین این با مردونه ها بنا ای خیلی چی هم نکردیم اکا چی کردیم همین گفتیم گفت که تلک مو نگرفتیم اگه خراکی گرم پختیم همون در کن میکنی که داوش نیست وقتی که همی بیموری بیشتری میشه کنم میگوی یا دوستم باشم خیلی دارم مکان داره لکنه هم در خرسان میشه اگر تا هیچ نمیکنی تا خدا مونده حالا که تمام دیگه فقط دیدار او انا اونجا دوجه تا پول یا ایجاد خیسته فرگشتن نمیتونی فقط اونجا در جدن میکنی که یا دوستا کن داره لکنه انا اونجا هوا که میگو دنیا موارده اگر این نام قدر نون اکرته کنه میگذاره بله اکشان نون اکرته قدر بگذاره باید صده خون میکنی بعد صده جوان نه خرش نمیوی سرد میکنن جو میتونه بخیره خدا هیچ کرده با جوان رسونه هیچ کرده در یکان بالینسا در یکان جوان رسونه در یکان بالینسا کسالی یوف نشه آمین آمین خیلی دوستان عزیز خداوند نگهبان همه شما را به سوی ملودی تبریک میکنیم در پناه الله باشین تا برنامه‌های آینده فقط دستگیری اپای جمیله بانو را برای جدای صنعت با بقلای بلند رایزنش دستگیری کنه که مرا همه وقت مخلصم دستگیری کردن با دوباره دستگیری میکنن همه وقت من گفتی گپو که سربلند